متاسفانه جنگ در سوریه گریزه ها را به میلیون نفرها رسانید و عائله های بسیار را از هم جدا کرد. اما یک عائله با روزگی الله با هم پیوست. دو برادری همخون از سوریه در وقت جنگ از هم جدا شده بودند و مدت 7 سال همدیگر را ندیده بودند، لیکن در این هفته آنها در مکه واخوردند. لحظه حساس در دوربین افتاد. برادران از دیدار همدیگر شاد شده به زانو زده همدیگر را به آغوش می‌گرفتند. این خیل سخنها بار دیگر می‌فهماند که جنگ‌های بی اساس یگان فایده نمی‌آورد، برعکس فوت، نابود شدن و جدایی می‌آورد. نکنید، محبت داشته باشید با هم دیگر، ما بین هم الفت، محبت، کینه رو بذار کنار، حسد، بغض، شحناء اینا رو کنار بذار. با برادر مسلمانت اظهار محبت بکن، اظهار بشاشت بکن. و این معروف هست، حدیث داریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم، ان تلقى اخاک بوجه طلق، این که برادر تو با چهره باز ملاقات بکنی، این برات صدقه هست. مگه ما نمیخوایم صدقه ادا بکنیم؟ با چهره باز برادر تو ملاقات میکنی، احوال پرسی میکنی، این خودش صدقه هست، معروفی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تا مادامی که ما بین هم محبت نداشته باشید ایمانتان کامل نمیشه، ناقص الایمان هستید شما. بذار نماز بخونی، روزه بگیری، تسبیح بخوانی، ذکر بکنی، تلاوت بکنی، اما وقتی که نسبت برادر مسلمانت بغض داری، کینه داری، حسد داری، ایمانت نقصان هست، نقص در ایمانت اومده، خلل در ایمانت اومده. ایمانت کامل بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اولا ادلکم علی امر، آیا شما رو نشان ندم امری که اذا فعلتموه اونو انجام دادید تحاببتم، با هم دیگه دوست میشید. اون چیه؟ افشوا السلام بینکم، سلام و معاون همدیگه منتشر بکنید. در جوامع اسلامی وقت ملاقات، وقت آمدن به مسجد، وقت رفتن به خونه، وقت رفتن به مغازه، بازار، هر کجا سلام تحیت اهل اسلام هست، از شعار اسلام هست. پس به همدیگه سلام بگیم. حتی صحابه آنچنان بودن در مسافرتی که می رفتن اگر جایی پشت درختی دوباره برمیگشتن به همدیگه سلام می گفتن، یعنی آنچنان اهمیت می دادن به سلام گفتن. امروز متاسفانه در جوامع اسلامی سلام ضعیف شده، کم رنگ شده. بیشتر اون الفاظی که از غرب اومده، از غیر مسلمانان اومده، اون اومده جاشو گرفته. احوال پرسی چطوری، خسته نباشی، همین الفاظی که اصلا هیچ معنی نداره. سلام کفایت میکنه، به جای دست درد نکنه جزاک الله خیرا، به جای ممنون. این الفاظ چی هست؟ اینا کسی مال ما نیست، اصلا مال ما مسلمانان نیست این الفاظ. جزاک الله خیرا، اگر کسی میدانست در جزاک الله خیرا یعنی چقدر ثنا در این هست، میگه کوتاهی نمیکرد در گفتنش. سعی بکنیم فرهنگ اسلام رو زنده بکنیم در مابین هم دیگه، از فرهنگ غرب، فرهنگ غیر دوری بکنیم. و ما الحمدلله اسلام فرهنگ غنی داره، فرهنگی داره که هیچ کمبودی در آن نیست. چرا ما فرهنگ دیگران رو بیاریم جاگزین فرهنگ ناب اسلام محمد صلی الله علیه و سلم بکنیم؟ چرا با عمل کردن به سنت ما اظهار کراهت بکنیم؟ چرا خوشحال نشیم؟